با من آماده شید بریم برای دوست پسرم آیفون بخریم. آقا مگه قبلا پسرا واسه دخترها آیفون نمیگرفتن؟ بعد حالا اصلا هیچ این پسری که بشینه یه دختر بخواد واسش آیفون بگیره خیلی زشت شد. من اصلا آدمی نیستم که بخوام برای یه پسر خرج کنم. اوکی حالا چرا اینجوری؟ من آدم نیستم که برای پسر چیز بگیرم. حالا اون همه یه بار اون خرج کرده یه بار تو خرج کن. میدونی؟ من باعث شدم که آیفونش بشکنه. عجیبه هنوز دوست دخترشی. خیلی عجیبه. چرا حس میکنم امروز یکم پیک میشده. حس میکنی یکم پیک میشدی؟ هستی؟ یعنی میدونی دیگه. حالا گفتش که ماشین خراب شده خاموشش کنم استارت نمیخوره. من گفتم اشکال نداره زود باش بیا خودم هلش میدم. رفتیم اومدیم دیدیم که ماشین روشن نمیشه. ماشین روشن نمیشه. آفرین. حالا هلش بده. چرا اینو حرفو میزنم؟ خودت گفتی هل میدم. هل بده. ماشین هل داد استارت بخوره که خدا شکر روشن شد. دیدیم که گوشیش نیست. اونجایی که ماشین هل میده گوشی عجیبش میافت. منم بهم نگفتش که تو کردی تقصیر تو بود تو نبودی اینجوری نمیشد. اون که قطعا جرأتشو نداشته چون از همه کل این ویدیو سلیتگی میباره. میدونه اگه حرفی بزنم خشتکشو پرچم میکنه رو سرش. چون تو این ویدیو جا نمیشه فالو کنید که ادامهش رو تو بلاک بعدی براتون بذارم. ایول موضوع ویدیو بعدی هم جور شد. حالا اگه خواستی سرارات منم فالو کن.